بچه‌ها خیلی خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو قراره با هم دیگه ریاکشن بریم به ویدیوهای سمی اینستا، ویدیوهای اکسپلور، ویدیویی که تو اکسپلور افتاده. تو اکسپلور همه داریم می‌بینیم. خودم هیچ کدوم این ویدیو رو چی ندیدم. الان با هم دیگه قراره ببینیم ریاکشن بریم. نه همه رو ادمین آماده کرده. حالا یه نکته، این ویدیو انقدر اسیدی آماده هر گونه ریختن پشماتون باشید. خب اوکی؟ خیلی مراقب باشید. ویدیو رو تا انتها ببینید. قرار ریاکشن های سم و باحالی با هم داشته باشیم. ویدیوهای خیلی سمی رو ببینیم. خودم نمیدونم ویدیوها فان یا غیر فان، اصلا خبر ندارم، ولی مطمئنم اسیدی خالص در این ویدیوها نهفته هستش. یاد باشه اگه دوست داری این ویدیو رو منو سابسکرایب کنی و این ویدیو رو لایک کنی. اگه خوشت اومد حتما کامنت هم بذار حالا چه سبک ویدیویی دوست داری یا اینا که با هم دیگه اونا رو بسازیم. دمت گرم. بریم ویدیو رو ببینیم. Let's go. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. پارتی 80 دارن چیکار میکنن؟ بادکنک میترکونن. همه دخترن. من اونجا کمم. یه پسر اونجا میبینم. اون پسر حاجی اون سمت راستی پسره. اینجا ایرانه؟ اونم پسر بود. اونی هم که اون بالا بود پسر بود. نگی میبینی اوش میگیره عزیزم، اوش نگی علامت، اوش نگی. داشتن بادکنک میترکوندن. چرا باید روی پای دختر یه دختر دیگه بشینی بادکنک بترکونه؟ پارتی در 80 بودیم. عجیبه. کل زندگی من تباه شد اگر اینا پارتی دارن در 80. من در 70 هم همچین پارتیایی نداشتم. عجیبه، واقعا عجیبه. خوشبال در 80 واقعا در 80 همچین پارتیایی دارید. دمتون گرم، کارتون درسته، عالیه، خیلی بهتون خوش میگذره 100%. ولی همشون دختر بودن. این همه دختر به چه درد میخورد؟ یه پسر من اونجا بودم خوب بود. البته من در 70 هم در 80 بود. یکی در 80 اونجا، اون یه پسر بود ولی اونجا من نصف میکنم اون یه پسر اونجا. اون یکی هم که یهو آخر فیلمت پسر بود. اصلا چرا قطع شد یهو؟ چرا طولانی تر نبود ویدیو؟ فکر کنم پسرها اومدن تو ویدیو یا پسره داشت فیلم میگرفت. یه جای کار میلنگه. این یه جای کارش میلنگید. حالم بد شد. کثافت چندش. حالم بد شد. اگه میخوای لوند بشه میگه اینجوری باید قیافه شده. دیدی؟ قیافه لوندی داری تو لوندی داری. اصلا تو بخوای لوندم باشی نمیتونی. ریدی. لوند یه چهره خوشگل، یه بدن جذاب. تو نه چهره خوشگلش نه بدن، هیچی. فقط از دختر بودن فقط چیزشو داشتی، جنسیتشو داشتی، همین. هیچ چیز دیگه ای نداشتی. اصلا ما نفر دوم کار دارم که اون چندش خالص بود. اون اصلا کاری نداری. قرار گذاشتیم فقط تو چیکار کردی زهرا؟ کجا تو؟ من بیام پیش زهرا. تا ته؟ آب تا کجاش رفت؟ مگه فقط آب نبود توش؟ پس چرا ریاکشنشون یه جوری بود انگار یه چیزای دیگه ای توی آبه، یا داره یه جایی میره اون یه چیزایی توی آب؟ عجیب نبود؟ شما اگر عجیبه یه ذره بزنید عقب، از اول ویدیو رو ببینید. من حس می‌کنم یه چیزای دیگه ای توی آب بود داشت میرفت. اینا نسبت به آب همچین ریاکشنی نباید نشون میدادن. کاری ندارم مکالمه اون نفر اول فیلم رو خیلی سم بود. داشت میگفت آب تا کجاته؟ ناموسن؟ بعد اون میگه ووی ووی ووی. عجیبه، واقعا عجیبه. آب تا کجاته؟ چی تو آب؟ یعنی چی تو آب؟ توی اون ویدیو قبلی شاید نه، ولی توی این ویدیو من کم بودم. خودتو دوست داشته باش، سرت کلی پلن توپ داشته باش، یه وایب خوب داشته باش، واسه دنیا و آدماش سود داشته باش. خودتو دوست داشته باش، تا رفیق مثل کوب داشته باش. جزئیات آینه است دیگه. اول این هم تبلیغ آینه است. یه بوسبای بلاک. تبلیغ آینه بود؟ من چرا تهش فهمیدم تبلیغ آینه است؟ اولش تبلیغ یه چیز دیگه ای بود اصلا. اینجوری بود، اینجوری نبود، اینجوری.
تبلیغ باشگاه بود. این کسی مربی بود احتمالا، یا تبلیغ دکتر بود که چیز، یعنی که نمیدونم، برای تبلیغ آینه نبود به نظرم. شاید خودشو داشت تو آینه میدید. این از ویدیو قبلی عجیب‌تر بود. به تخمه آینه میفروخت. من یه آینه اون ته دارم، نمیدونم تو ویدیو هست یا نه. خواستم آینه سفارش بدم، حتما به شما مراجعه میکنم آینه سفارش بدم. طرح بنفش با دور سفید اگر باشه و من حضوری بیام تحویل بگیرم عالیه، عالیه. من برم آینه بگیرم بچه‌ها. بعد از این ویدیو حتما یه آینه سفارش میدم. یه آینه سفارش میدم، میذارم دقیقا همونجا آینه با طرح سفید و دکمه نه، یعنی که آینه با طرح سفید و سنگای بنفش و اینا. خیلی دوست داشتم آینه‌اش. خیلی میگم تبلیغ آینه بود از اون اولش. نه جذابه. برای ما دخترها خب کون پارتنرمون برامون مهمه. اونجوری نیستیم مثل پسرا کلا کون باشه، کون مثلا سگ باشه. نه اگه مجرد باشیم میبی چون دنبال پارتنری مثلا دقتی بود، ولی نه اونجوری. ولی کون پارتنرمون برامون مهمه، یعنی بیشتر از اینکه اسم یه طرف مرد بزن باشه، مثل زن مرده. سوال آره کون پارتنرمون لطفاً چون زیبایی برای پارتنرها یا نه اسم کون پارتنرمون برامون مهمه. خیلی ببخشید، مگه شما میخواین پارتنرتون رو بکنین؟ مگه پارتنرتون نباید شما رو بکنه؟ شاید پارتنرش لزه، شاید منظورش پارتنر لز بود. من اینجوری فکر میکنم. در غیر این صورت برای من امکان پذیر نیست. به تخمه. ولی اگر واقعا یعنی دختر شما روی کون پسر کراش دارین، بگین به من، بگین این زیر بنویس. اگر کراش داری روی کون پسر بنویس اینجا. کون پسر یعنی کون پارتنر برات مهمه. بعد میگه نه ما فقط اینجایی نیستیم فقط کون برامون مهمه. یعنی چی؟ چرا حرف در میاد؟ چرا از سمت ما صحبت میکنی؟ ببین من اعصاب ندارم. خب نباید از سمت من صحبت کنی. اوکی. نکته بعدی، کون پارتنر مهم نباید باشه. کون تو یعنی که کون تو باید ای بابا ای بابا ای بابا، اصلا هیچ چیزی نباید مهم باشه. فقط دوست داشتن، عشق، علاقه. با حضوری ور چی شد؟ چی شد؟ سری بود نفهمیدم چی شد. رد شد. حضوری با حضوری تشریف ببریم. ولی چی میفروشه اونجا؟ اصلا مهم نیست چی میفروشه. من که میرم که این باشه میرم. یعنی این فروشنده بود یا صاحب مغازه بود، باید هماهنگ کنم من با اونجا. بدونم فروشگاه، اصلا نمیدونم فروشگاه چی بود. بچه فروشگاه چی بود؟ اصلا بوتیک زنانه بود مردانه بود؟ بچه ایران نیست که احیانا. ایران بود؟ اینا ایرانی بودن؟ تو پیست اسکی؟ بعد اصلا نمیفهمم این کجای ایران بود؟ چرا تو ایران بود همچین؟ من از صورتیه خوشم اومد. این کجای ایران بود؟ من از صورتیه خوشم اومد. Stop it. Get some help. پیست بود؟ من پیست سال نرفتم. یعنی پیست اینجوریه که همه میگن بریم پیست بریم پیست. اینقدر آپشنای خوبی وجود داره. عجیبه. یادم باشه برم پیست حتما. تنها هم نرم چون یکی دیگه هم با خودم ببرم پیست. چی دارم میگم؟ کجا برم؟ من اصلا پیست دوست ندارم. تا قبل از این ویدیو البته دوست نداشتم. الان دیگه دوست دارم. پیست یادم باشه توی برنامه هام بذارم برای رفتن. یادم باشه. وقتی دوست پسرم میگه بذار فقط یه لیست بزنم.
شاید دوست پسرت وحشیه. اصلا دوست پسرت کجا تو باید کجا رو میخواد لیست بزنه؟ منظورش احتمالاً مثلا صورتش که مثلا سس میریزه است دیگه، میگه میخوام یه لیست بزنم، مثلا گاز میگیره اینجوری میخورش، میدونی چی میگم، میبلعش. وگرنه که دیگه جای دیگه ای که نمیشه لیست زد، فقط یه مثلا آشغال، مثلا آشغال هم نه سس اینجا بریزه اینجا بریزه، یا مثلا اینجا یه ذره سسیشه و ایناست دیگه. مثلا شکلات میخری داره میخوره، تو هم دلت میخواد لیست بزنی، یا مثلا اون بستنیشو میده تو بخوری، میخوای لیست بزنی کل بستنیشو میخوری. آره دوست پسرت وحشیه، گرسنه است، خب یه بستنی به اونم بگید بده. اگر دیدی دوست پسرت خوب لیست میزنه، بستنی میخوره اینجوری، من خودم میزنم، من خودم میزنم. نه بریم اصلا ولش کن. اینجا همه چیز باید بچه ها مناسب همه افراد بشه. بریم بعدی. Action. خیلی در پیشم میخواد کجا که من بهترین جاشو میخواد هر طرف رو بیرون کجی دنبال ما رو میخواد. یا بیچاره لباس کوکاکولا بود. این گروه 25 مان نبود اون دختره که با دوست پسرش بود شوهرشه ویدیو. و این چرا بوسش کرد؟ غیرت ما این سر اجازه نمیده. تو ایران قطعا نمیشه هم چیزایی نیست، اصلا نداریم همچین چیزایی، غیرت ما اجازه نمیده. شوهر داشته باشی بعد کارگردان دوست. یاد یه نفری افتادم. It was at this moment that he knew he fucked up. کفشای دختر چه رنگی بود؟ کفشاش چه رنگی بود؟ تو هم مثل من نمیدونی کفشاش چه رنگی بود. تبلیغ کفش بود. تبلیغ کفش نبود، ولی من حس میکنم تبلیغ کفش بود و کفشای دختره سفید بود. من دیدم. به تخمم. کاری حالا به خرسه ندارم و اون پشت که چجوری تو تن خور مونده و اون شلوارک و اینا. پشت که چجوری تو تن خور مونده و اون تن خور مونده و اون فروشگاه خوبیه، برید خرید کنید ازش. فروشگاه خوبیه، قطعا خوبه، تن خور میذاره براتون. اوکی. Hey yo, what the fuck? قطعا دروغه دیگه این دیگه دروغه. این اصلا وجود نباید داشته باشه دیگه. یعنی چی با اونجاشون نفس میکشن؟ یعنی چی با اونجا نفس میکشی؟ یعنی ما هم میتونیم نفس بکشیم؟ نمیدونیم خودمون؟ ایراد ما میدونی چیه؟ بسته بندیمون ضعیفه. یعنی بسته بندی کردنش ضعیفه برامون. وگرنه همین اگه دختر داشتن ببین آپشن نفس کشیدن پیدا کردی. همین اگه دختر داشتن 1000 تا دونه چیز قشنگ آویزون میکردن بهش. منگوله و گوشواره و پاپیون و همه چی. ما بسته بندیمون ضعیفه. متاسفانه بسته بندی ضعیفی داریم، دیده نمیشه. آپشناش هم زیاد دقت نمیکنیم. نفس میکشید یارو از توش. یعنی همشون. دختر واقعا نفس میشه کشید از اونجا؟ تو علم همچین چیز ثابت نشده. نمیدونم حالا چی بگم. بریم بزن. واقعا بدن خوب چیز، یعنی که این ترند اینستا اینا دیگه جدید 2 تا دونه برگ نگه می‌دارن و اینا. حالا باید بعداً ببینم شماره یعنی که بعداً باید بدن طرفو ببینم. من چرا باید بدن طرفو ببینم؟ ولی بدن خوب مربی بودن، مشخص بود مربی حرفه‌ای 10-20 سال کار کردن اینجوری. از بعد و تولد طرف اینجوری بوده، حرفه‌ای کار کرده، اصلا امکان نداره. ناموسن؟ بدن فوق‌العاده هر چی مشکیه میگه شما انجام بدین. درست میگه، حق با مشکی است. همیشه حق با این مشکی است. آره باشگاهشون چیه؟ فقط به من بگین باشگاهش چیه.
my god, bro. طرح دیواره؟ بهش نمیخورد طرح دیوار باشه. شبیه 2 نفر بودن که داشتن میکردن توی، یعنی چی؟ تو نی بود توی یه چیز، یعنی که هر جور میخوام منطقی فکر کنم نمیفهمم عکس چیه. هر جور دارم دقت میکنم نمیفهمم عکس چی داره میگه. گله؟ آها یه دونه، آها فهمیدم یه دروازه است، اون پشتش کوهه، جلوش هم ورودی دروازه است، پایینش هم چمنه، اون بالاش هم برگای درخت است که اینجوری شده. پس دروازه بالایی چیه؟ برگای درخت و گل درخت است. آره تنها چیزی که شبیه همینه، چیز دیگه ای نیست، شبیه هیچ چیز دیگه ای نیست. اگر برای شما شبیه چیز خاصیه ثانیه این ویدیو تایمرشو بزنین بنویسین شبیه چی. من که میگم شبیه گل و جنگل و درخت و ایناست. آره چیز دیگه ای نیست. حالا درسته مال خودته دیگه، چرا اینقدر وحشی؟ ما دلمون میخواد خب نکن این کارو. بعد چرا تو این استا میذاری اینو چرا تو این اینستاگرام باید طرف ریلز بذاره؟ مگه من هر کاری میکنم با طرف میذارم تو این من که کاری ولی اگر کسی هر کاری میکنه مگه باید بذاری این استا؟ چرا این کارا رو میکنی میذاری تو این استا؟ اصلا چرا باید بذاری تو این؟ چرا باید این کارو بکنی؟ اینجوری سخت، آروم، ریلکس، اوکی، مال خودت، همش مال ما که نیست، بخیل نباشیم. ما هم بالاخره میکنیم این کار، ولی اینجوری دیگه درست نیست. یه ذره با نوازش آرومتر من اصلا نمیتونم اینجا رو ببینم، نفهمیدم کیو باید ببینم، چیو باید ببینم. چقدر خوب بود نارن. واقعا دختر همینجوری شما، یعنی اینقدر هونی خودتونم. آره خودتون با خودتون، یعنی خودتون با رفیقتونم. آره با این یعنی یارو اگه ول میکردی همونجا تیریسام میزد با همین دوتا. تیریسام لذا چی میشه؟ 3 تا لز ما چی داره میگه؟ چجوری میشه اصلا؟ قفل اینا تو. بعد ایرانی بودن اینا، بهشون نمیخورد ایرانی باشن. شاید ایرانی بودن تو آمریکا بودن، نمیدونم، ولی هر کجا بودن، هر کی بودن، خیلی خوب بودن دیگه. حقیقت رو باید گفت دیگه، خیلی خوب بودن، مخصوصا اون اونوری، اون یکی. آره من اصلا فقط داشتم به چشای چیزش نگاه میکردم، به چشای اونجا. آره ولی خب قشنگ بود، محیط دستشویی بود دیگه، دور هم شوخی میکردن با هم دیگه. آره شوخی، ما هم این پسر شوخی